ملیگرایان ایرانی می توانند خوشنود باشند. منطقه خلیج فارس اندک اندک زیر نفوذ تهران در می آید. در کویت، بحرین و همه امیرنشین ها و حتی عربستان سعودی شاهد وجود یک حزب ایرانی هستیم. سطح زندگی مرتباً بالا می رود و این کشور پس از ژاپن دارای بالاترین رشد صنعتی در جهان است. در زمینه سیاست‌های خارجی اگرچه ایران نیز مانند برخی از کشورهای اروپای غربی تحت نفوذ آمریکا قرار دارد، اما دولت در سیاست خارجی همواره ابتکار عمل خود را حفظ کرده است. روابط این کشور با اتحاد جماهیر شوروی بسیار خوب و همزمان با کشور چین نیز روابطی رو به توسعه ایجاد کرده است.